مادر تنها پیش این کار محتاج دستی برادرانم بودم. برادرانم در مهاجرت کار میکنن. حاضر باشه به دستگیری همین شرکت من اینجا کار در اومدم. در همین کار خودم خیلی راضیم. خیلی پیشروی در زندگی خودم. من اول خونشین بودم. وقتی که این کورس دوزندگی را تشکیل کردم خواستم که در این کورس تحصیل کنم سطح زندگی خودم بهتر شود. در این روز زیاده از 30 نفر دختران همین محله که بی کسب و هنر بودند و بی معلوماتی کسبی بودند صاحب معلوماتی کسبی شدند. در روزهای نزدیک به آنها شهادتنامه کسبیت داده می شود. عین حال زیاده از 10-12 نفری آنها با جای کار دائمی توقع تامین شده. هدف دستگیری اجتماعی اقتصادی اویله‌های مهاجرای مهنتی بعد عاقبت پیشگیری عاقبت‌های پاندمی کووید 19 میباشد که خیلی که شما میدونید در اثر همین کووید 19 مهاجرای زیاد شمارهای زیادی مهاجران مهنتی سالی گذشته عموما و مهاجرت مهنتی رفتن نتوانستند. وضع اجتماعی اقتصادی آنها وزنین گردید و ما تصمیم گرفتیم که همین لایحه مذکور عملی کرده شود و کمی هم باشد که زنان اویلای مهاجرای مهنتی با تشکیل نمودن جاهای کاری یک سطح زندگی خود را بلند بکنند. تشکیلات ما زیاده از 5 سال می شود که در سمت رشد صاحبکاری اجتماعی فعالیت دارد. یکی از لایحه‌هایی که حاضر عملی شده ایستاده است این هم باشد با دستگیری اینستیتوت جمعیت کشاد بنیاد مدد در تاجیکستان دستگیری می شود. در سمت صاحبکاری اجتماعی در لایحه ما هم تشکیلات‌های جمعیتی هم تشکیلات‌های دولتی و همچنین خودی جامعه شهروندی اشتراک میکنند. السلام علیکم. سلامتیتون نفت کاراتون چیزی درمون تفریحی نیست. کاراتون پیش رفته است. همکاری ریاست اگنتی مهنت و شغل عالی شهر ایسار با تشکیلات جمعیتی به نهایت زیج به راه مانده شده است و این هم که باشد ما وقتی که در این دهه گلخانی دوتا کورس های کوتاه مدتی کسب آموزی تشکیل نمودیم که در آنجا دختران بشوق با این کسب آموزی یعنی فرا گرفته شد. وقتی که مؤسسه را تشکیل کردن ما 15 نفر دوزنده در کورس قبول کردیم. 15 نفر قراقدوز. وقتی که بهار شد ماه مارت نوروز آمد مدزکس آمد گلدوزی ما گرفتیم. محصول دستی شاگردی ما قراقدوز من ای دستی شاگرد باری اول دختگیش. از طرف اتحادیه جمعیتی برای آنها ترینینگی آموزشی اویدی صاحبکاری اساسهای صاحبکاری خرد و میانه و اینچنین اویدی تهیه نقشه تجارتی برای زنان گذارنده شد. این چیزا را دمی جای کار آموزاندن. خراجات خودمون حساب کتاب کردیم. کورپدوزی را اول ما مقصد مشق کردیم. اول یاد بار دوختیم که چند خرشته میره. ده همون رشته و خراجات خمان چند سم رفت. با ما اینجا نرخش برآوردیم. اشتراک جامعه شهروندی از آن شهادت می‌دهد که شهروندان خودی گروه‌های آسیب‌پذیر تیار هستند که مشکلات خودشان را حل کنند و این باز نشانه آن است که لایحه در آینده یعنی مستقیمیت خودش را دارد. ما آینده کوشش میکنیم که محصولات آنها را
توسط شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کنیم و در گذراندن 20 طبقه‌ای که در حدود شهر دوشنبه شهر حساب می‌شود در آینده نیز با آنها یاردم رسانیم. ما تیار هستیم که همه روزه همه وقته با آنها نصیحت دهیم که آنها توانند که بیزنس خود را بسیارتر وسیع‌تر کنند و درآمد گیرند و سطح زندگی خود و عائله خودشان را بلند بردارند. وقتی که من کورس آموزی را آموختم از مهنت خودم که پول به دست آوردم خیلی احساس زیادی داشتم که هیجان بسیار به دست آوردم که مهنت کردم خودم پول یافتم با مهنت خودم. مشتری خدمت دارم پلی خدمت یافته استم سخی خدمت شدنی مقصد ای خدم بروی همی سخ بله کتکام خانانو خیلی خونه در خدمت باید ای خدم سازم